عقاب زمانی که پیر میشه منقارش خمیده میشه، دیگه نمیتونه شکار کنه. ناخنای پاش بلند میشه، بالهاش به بدنش میچسبه و دیگه نمیتونه اوج بگیره. دو تا انتخاب داره، یا باید بمیره یا یه تغییر اساسی صورت بگیره. برای این تغییر همین عقاب میره بالای کوه، توی بلندترین کوه‌ها و نوچ‌کیزترین کوه‌ها قرار میگیره. نوچش رو میزنه به نوچ اون کوه‌ها، به نوچ اون صخره‌ها تا کنده بشه و یه نوچ جدید در بیاره. با نوچ جدیدش ناخوناش رو میچنه و ناخونهای جدید در بیاره و بالهاش رو میچنه تا بالهای جدید در بیاره. این فرآیند دردآور و زجرآور 150 روز طول میکشه، ولی بعد از اون از دوباره متولد میشه و میتونه 30 سال عمر کنه. انتخاب کن چه زندگی انتخاب کن، چه از دوباره متولد شی و زندگی کنی یا به همون رویه قدیم خودت ادامه بدی.